موضوعاتی که در این اخیر در بازار طلا فروشی رخ داده و همچنان نرخ طلای امروز براتان بگوییم، دیزاین‌های بسیار ظریف را که یکی از هموطنان ما گفته بودند که برشان معرفی کنیم. طلا چطور است؟ طلا در نرخ بالا افتاده است یا نه؟ یک چیز پایین شده. یک چیز پایین شده. 100 200 گرم پایین شد. این دو تا دیزاین است، دیزاین 21 طلای 21 جور شده و ساخت قطر، ساخت افغانستان در اینجا جور میشن. بسیار خوب. ماشاءالله ساخت وطن ما در افت زیبایی خود را داره دوستا. یم سیت شد. بله. یم در افغانستان جور میشه. یم در افغانستان جور میشه. طلای 18. یک لک روپیه. دوستا که یک مشتری 1 لک روپیه بخرین دیگه خانه داماد بیچاره خراب میشه. بله. این انگشتر زنانه است؟ بله. زنجیرم زنجیر ترکی است. این دوستا این چیزایی است که شما 80 گرم میایم، طلای 18 است. ساخت افغانستان. و قسمی که اشاره کردم دو تا سیت بسیار زیاد مقبول و زیبا که هر دوش متفاوت است، یکیش گل است و یکیش دیزاین حلقه‌ای داره. سلام و درود خدمت تمامی شما بینندای عزیز، انشالله که خوب صحتمند و سرحال باشین و چینل خودتان پنجره افغانستان بیننده باشین. وطندارای خوب مهربانم، در خدمت شما عزیزا هستم امروزم با یک برنامه جدید. البته دوستان نظر به تقاضای شما که خواستین باز هم از طلا فروشی شهر کابل برنامه داشته باشیم، موضوعاتی که در این اخیر در بازار طلا فروشی رخ داده و همچنان نرخ طلای امروز براتان بگوییم، دیزاین‌های بسیار ظریف را که یکی از هموطنان ما گفته بودند که برشان معرفی کنیم، همچنان امروز براتان معرفی میکنیم. بیننده برنامه باشین و لایک سابسکرایب هم فراموش نکنین. بیننده فعلا هم اومدیم در یکی از دکان‌های طلا فروشی که بسیار دیزاین‌های مقبول هم دارن و فعلا هم مسئول اینجا با ما هستن. سلام علیکم. و علیکم سلام. خوب هستین؟ صحتمند؟ زنده باشید. بخیر. تشکر. زنده باشین. یک معرفی داشته باشین بر بیننده ما. اسمم نصیر احمد است، باشنده ولایت کابل. بسیار خوب نصیر جان عزیز، بر ما بگو که بازار طلا امروز چطور است؟ یک هفته شده که بازار طلا بالا رفته، که دلار که بالا رفته، نرخ طلا بالا رفته. ما شنیدیم که میگن در این روزهای اخیر بعض قوانین جدید از طرف حکومت وضع شده، میشه درباره اونا برام معلومات بدین؟ درباره طلای 17 و 70 بود که حالی از بازار جمع شده، ساخت پاکستان بود، دیجا فروخته میشد و حالی که طلا دیجا جور میشه، طلای 18 مارک میزنه، طلای 21. این دلیلش چی بود که در قیچی کردن و از بازارهای طلا فروشی کاملا منع شد؟ به خاطر که طلای 17 و 70 قابل قبول نیست و در مرور زمان رنگ خود از دست میداد، مردم شکایت میکرد از نوی طلا و کل دکاندارا با این رضایت بود که 17 و 70 از بازار جمع شد. بسیار خوب. و در امی قدر وقتی که مثلا شما بودین در بخش طلا فروشی هیچ وقت یک اقدام نشده بود؟
بله حال شده. حال شده. چقدر وقت میشه که در این بخش هستی؟ از ما تقریبا 20 سال میشه، ولی ما که اینجا آمدیم تقریبا 6-7 سال میشه. نام خدا. خب نصیر جان، بر من ایره بود که دلار خب پس نسبتا پایین آمده در این روزا. بله. طلا چطور است؟ طلا در نرخ بالای خود است یا نه؟ یک چیز پایین شده. 100-200 گرم پایین شده. امروز گرم چند است طلا؟ امروز طلا گرم 5300 طلای 18. خب بسیار خوب. و طلای 21 6300. بسیار خوب. خوب از دوستا، طلا بس کم پایین آمده. ما چندین برنامه دیگه داشتیم در بخش طلا فروشی، به خصوص در این روزایی که طلا بلند رفته بود و بسیار هموطنان ما شکایت میکردن، میگفتن طلا و دلار بالا رفته، نمیتونیم خریداری کنیم. مشتریای شما چطور بودن؟ چی نظر داشتن؟ والا در این وقتا که بود مشتری به خاطر فروش زیاد می آمد، مردم فروش کرد، میفروخت و فایده هم کرده. در ارزانی خریده ولی در قیمتی فروخت. خب بر من اینو بگوین که از این طلایی که فعلا طلای 17 و 70 بود که گفتین که دیگر من نشده، شما هم داشتین یا نه؟ نه خیر، ما نداشتیم. مشتری ها می آورد از دیگه دکان بود بلاش بود کتش، ما که می گفتیم طلای 18 است، طلای 17 و 70 است، قبول نمیکردن. ما باز در بالا ماشین است برش چک میکنیم، چک کنیم باز قناعت میکنه. تفاوت طلای 17 و 70 با طلای 18 و 21 چی است که دوستای ما بفهمن؟ طلای 21 که است در دبی جور میشه، ساخت دبی است. طلای 18 دیگه جور میشه و طلای 17 و 70 که است تقریبا باز ساخت پاکستان بود که مردم دیگه می آورد، ولی جور ساخت نمیشه، دیگه فروختام نمیشه. خب وقت بود، حالی نیست. بسیار خوب. خب دوستای عزیز، صحبت ما ادامه داره، بیننده برنامه باشین تا دیزاین‌های بسیار مقبول از طلا را براتون معرفی کنیم. قرار است براتون دیزاین‌های بسیار زیاد مقبول را در اینجا معرفی بگیرم. البته هم دیزاین‌های بسیار زیاد ظریف. قبلا در برنامه بیشتر سیت‌های را معرفی می‌کردیم که بیش از حد بزرگ بود و بر کسایی بود که داخل افغانستان بودن و دوست داشتن این چیزا را. فعلا هم بر هموطنای ما که خارج از کشور هستن، دوست دارن چیزای ظریف بپوشن و از طلا استفاده کنن، بر از اونا دیزاین‌ها رو معرفی میکنیم. خب نصیر جان، بر ما درباره این دیزاینی که فعلا هست روی میز معلومات بدین. بسیار یک دیزاین مقبول و ظریف است. این دو تا دیزاین است. دیزاین 21 در طلای 21 جور شده و ساخت قطر. بسیار خوب. و چند گرم است؟ این که است گرم 45 گرم است. و دیگهش 72 گرم. دوی از اینا ساخت قطر هستند. ساخت قطر هستند. بسیار خوب. و تفاوت دیزاینشون میشه درباره دیزاینشون بر ما معلومات بدین که چی تفاوت داره با دیگر سیتا؟ تفاوتشان است که طلای 21 جور شده، بسیار محکم است. مردم میتونن در 24 ساعت استفادهش کنن و با دیزاین خاصی جور شده. بسیار خوب. اینا دیگه دیزاین‌های کاملا جدید هستن. بله جدید است. بسیار خوب. بسیار. قسمت پشترتون دیزاین‌های دیگه هم است که میشه که اونا رو برای ما پایین کنین که ببینیم برای دوستان معلومات بدین. اینمی دیزاینه که بله اینمی 36 گرم است. 36 گرم 200 میلی طلای 21 ساخت قطر. بسیار خوب. بسیار یک رنگ مقبول هم داره و دوستا شما میتونین در تصویر اینو ببینینش. این طلای بسیار هم راحت است دیگه. بله مردم میتونن 24 ساعت استفاده کنن. زود خراب نمیشه. نه زود خراب نمیشه. بیشتر مشتریایتون که می کدام نوع دیزاینر رو زیاد خوش میکنن؟ بسیاری مردم طلای 21 خوش میکنه به خاطر که دیزاین‌های مختلف، دیزاین‌های نو دیش میایه و کسی که به وضع اقتصادی خود دیده اونم خود چیزا خوش میکنه باز میگه نظر به مجیب خود. بله. طلای 18 و طلای 21 در دیزاینشون طبعا تفاوت‌ها دیگه زیاد میباشه. دلیل از چی است؟
او طلای 21 از ساخت دبی است. در رنگش هم رنگ مختلف می داشته باشه به خاطر که طلای بلند است، یعنی 21 است. و طلای 18 که از کابل افغانستان جور میشه او هم دیزاین های خاص داره، مردم خوش میکنه. خب 21 است باز یک چیز خاص تر است. هموطنای ما که در خارج هستن از اونا گاهی وقت سفارش میگیرین؟ بله، از خارج هم سفارش میگیریم، مردم میایه میگیره از اینجا، از خارج که میایم از اینجا میگیره. بسیار خوب. طلای 21 میگیره. 21 میگیرن. بله. ساخت افغانستان قدر فکر کنم خوش نمیکنن. ساخت افغانستان هم خوش میکنه، نظر به دیزاین و علاقهش از کدامش که خوش کرد. بسیار خوب. و او قسمت یک سیت دیگه هم است بسیار زیاد مقبول است دوستا، نخینه بالایش پلوش اینمی که دوستا ما میخوایم چیزایی رو براتون معرفی کنم که خوشتون بیاد، تو ظریف باشه، خاص شه براتون معرفی میکنم. یکیشون هم اینمی است 41 گرم 100 میلی است، طلای 21 ساخت قطر. بسیار خوب. دیگه دوستا میبینید که بسیار سیتک مقبول سبک هم است. بله نسبتا سبک هم است. قیمت از این تخمینی چقدر میایه؟ تخمینی قیمتی از این تا 3.5 لک میایه، 3,80,000. بومی کوچکی هم که 3.5 لک. بله. طلای 21 است. طلای 21 است. خوب. طلای 21 خرد میایه، کمی وزنش سنگین میایه. دیزاینش بسیار تفاوت می باشه. بسیار خوب. تا چند گرامه را دارین طلا؟ مثلا از انگشترها اگر بگیم کوچکترین گرامه که دارین چند می باشه؟ 900 میلی هم داریم. 900 میلی دارین؟ بسیار خوب. یعنی از 1 گرم هم پایین‌تر. از 1 گرم هم پایین‌تر. 900 میلیش باز چند میشه؟ 900 میلیش تقریبا 5200 5100 میشه. بسیار خوب. بسیار دوستایی که تشویش از این می داشته باشن که بسیاری طلا فروشی هست که از 3 گرم به پایین ندارن، اونا باز میتونن که اینجا بیاین همون چیزی را که دوست دارن میتونن که بگیرن. خب سیتا خود زیاد است درباره‌شون صحبت میکنیم، ولی قسمت انگشترام است عزیزا، درباره انگشترام میخوایم صحبت کنیم. همین دیزاینای نوشو برام نشون بدین. دیزاین نو انگشتر؟ بله. این دیزاین نو است. این دیزاین است که بسیار زیاد دیگه غوغا برپا کرده در آخرا. در چندین برنامه هم دوستان شاید دیده باشن که ما رو برشان معرفی کردیم و فعلا هم هست. دیزاین عقاب باشه میگنش نه؟ بله. دیزاین بسیار نو است و مردم این میره بسیار خوش میکنه. بسیار خوب. این باز دربارش معلومات بتین کدام طلاست؟ این طلای 18 است، ساخت افغانستان، در اینجا جور میشه. بسیار خوب. اینه ماشاءالله ساخت وطن ما ظرافت زیبایی خود را داره دوستا. اینم سیتش یکت سیتش میاد، سیتو گوشواره. خوب. یم سیتش است. بله. یم در افغانستان جور میشه. یم در افغانستان جور میشه. طلای 18. این چند گرم شاید باشه؟ این تقریبا 70 گرامیه. 70 گرامیه. نصیر جان در روزهای آخر که دلار بالا رفته بود بازارتان گفتین که میامدن بیشتر هموطنای ما میفروختن. بله میفروختن. شما چطور بود؟ اینقدر فروشاتتان زیاد بود کم بود؟ فروش بود از وقتا دیگه که در کمی آسته شده بود، کمتر شده بود، ولی فروش مردم زیاد میکرد به خاطر که طلا بالا رفته و مردم میخواست فایده کنه. و حال چطور است؟ حال هم خوب است، فروش هم است، خرید هم است، در دویش مردم میان. شما دیگه در خرید زیاد خوش هستید؟ بله، در دویش ما خوش هستیم. در دویش خوش هستید. خب این قسمت انگشترهای بسیار مقبول است، میشه که از اینا بر ما بکشین دوستا ببینن. اما انگشتری که گفتین 900 میلی امرو بکشین که ببینیم که دوستان نگوین که دروغ میگین. بله یا بسیار طلای 21 است، ساخت قطر. بسیار خوب. دیزاین مورایی داره دوستا که اینمی دیزاینا در این وقتا بسیار مد شده و واقعا یک دیزاین ظریف و مقبول هم است. قطری و طلای 21 چند گرمیه؟ این 15 گرمیه. 15 گرمیه که در حدود چند میشه قیمتش؟ تقریبا 1 لک روپیه. 1 لک روپیه. 1 لک روپیه. دوستا که یک انگشتر 1 لک روپیه بخرین دیگه خانه داماد بیچاره خراب میشه. کدام خاطره جالب دارین از مشتریایتون که میایین به خصوص کسایی که تازه میخواین ازدواج کنن؟ کدام رفتار جالبشان بوده باشه براتون؟ والا رفتار جالبشان نه است، یگان مردم میایه که کدام چیزی میگیره که نامزادشان میایه ویدیو میگیره، یگان چیز میگیره، این خاطرات جالب است. یگان وقت جنگ هم میکنن دیگه؟ نه جنگ نمیکنن، خوب است. خب بسیار خوب. دیگه انگشترها رو بر ما نشون بدین. این قسمت دیزاینای گلام است. این هم دیزاینی نو است. بسیار طلای 18 ساخت افغانستان است. این هم ساخت افغانستان است. بسیار عالی. اینا دوستا ببینین. این دیگه دیزاین جالی باف است. بله دیزاین جالی است.
مردم حالی از این جالی بسیار خوش میکنه. بله بله. اینمی گل و اینمی چیزایی که هست فعلا در طلا فروشی ها بسیار زیاد مد شده. شیپش کلان باشه وزنش کم مردم زیاد خوش میکنه. از اون خاطر جالی که از شیپش کلان است وزنش کم است. این دیزاینایی که اول میایه از طرف دبی میایه یا قطر که باز آیسته آیسته مد میشه؟ یکی است در قطر جور میشه دیگه باز ایجا میایه. خب ایجا باز مردم میگیره. کدام کشور دیزاینایش زیاد دوست دارن؟ مردم زیاد از دیزاینای قطر خوش میکنن، دیزاین دبی، دیزاین ترکی. دیزاین ترکی خوش میکنن. مراکش ترکی ظریف‌تر است فکر کنم. بله ظریف‌تر است باز قیمتش هم بالاست. قیمتش بالاست. چطور قیمتش بالاست؟ او که است اجره ساختش یکم بلند است. دیزاینش هم بسیار متفاوت است. اینی است. ما بعد نشان بکنم. بسیار خوب. این شیپ است. شیپ ترکی است. این ترکی است دیگه. این انگشتر زنانه است نه؟ بله. اینی زنجیرش هم است. این زنجیر هم زنجیر ترکی است. این دوستا اینی چیزایی است که شما تقاضایش کرده بودین که میگفتین ما در خارج از کشور هستیم نمیتونیم طلای پرزرق و برق بپوشیم. اینی سیتای بسیار مقبول است. همراه انگشترش هم شما میبینین بسیار هم ظریف و سبک. گرم چند شاید باشه؟ 48 گرم و 900 میلی است. 900 میلی است که در حدود چند میشه قیمتش؟ تقریبا نینمی میاد 2.5 لک. 2.5 لک افغانی. شیپ و ساخته بلند ترکی. و به دلار چند میشه؟ به دلار تقریبا 2,500 دلار میشه. 2,500 دلار میشه. بسیار خوب. دیگه هم دارین از این شیپای ترکی که ظریف باشه بسیار؟ بله از دیگه شیپای ترکی هم داریم. اینی شیپ است. که دزبند و گوشواره میایه. دیزاین شبدر برش میگن. بله اینمی. این مارک هم است نه؟ بله. که یکی از مردم زیاد خوش میکنه. برندایی است که بسیار مد شده. زنجیرها را مردم زیاد خوش میکنه. دیزاینای ترکی سیام. بسیار خوب. اینا دیگه زنجیر گفته میشن؟ بله زنجیر است. امرای گوشواریش انگشترش هم میباشه؟ انگشترش نمیباشه. نمیباشه. بسیار خوب. بله بسیار دیزاینای مقبول داره. این 25 گرم است. بله 25 گرم است. چند میشه قیمت از این؟ ایران به دلار بگوین دیگه. این تقریبا 2,000 دلار میشه. 2,000 دلار. این که 48 گرم بود یا 2,000 دلار؟ این که 25 گرم است. 2,800 دلار این رقم میشه. و اینا چند؟ این چند گرم است؟ 28 گرم است تقریبا این 1800 دلار 1900 دلار می. بسیار خوب. و به افغانی؟ به افغانی 2 لک افغانی 1,80,000 افغانی می. بیشتر باز هموطنای ما کدام از زیاد خوش میکنن؟ این سیتا را زیاد خوش میکنن یا سیتای ظریف‌تر؟ والا او مورد علاقه شان از دیگه و مردم که زیاد می دیزاینای ترکی زیاد خوش میکنن به خاطر که ساخت و نمو رنگ و جلایش بسیار خوبش می باشه و طلای 18 که مردم پیسه کم می داشته باشه طلای 18 خوش میکنه سیتای کلان می پیسه کم. بسیار دیزاینر که بسیار مقبول هم است که من حدس میزنم شاید ترکی باشه. میشه که او رو بر ما پایین کنیم که دوستان ببینن و دربارش بر ما معلومات بدیم. این طلای 18 است ساخت افغانستان 14 گرم 600 میلی است. ساخت افغانستان؟ بله ساخت افغانستان. بسیار عالی. یعنی من هیچ نفهمیدم که شاید ساخت افغانستان باشه. نه افغانستان طلای 18 بسیار دیزاینای خوب مختلف داره. مردم سرش نمیفهمه 18 است یا 21.
خوبش میاد. بیخی مثل دیزاین های ترکی معلوم میشه. بله. واقعا دوستا جای خوشحالی است که در کشور خودمون حال طلا ساخته میشه و با می دیزاین و با می ظرافت و با می مقبولی. این 14 گرم است. 14 گرم 600. قیمتش تقریبا 80,000 می. 80,000 افغانی. بسیار مقبول است دوستا، ظریف اما تو و خراب هم نمیشه. نه 24 ساعت استفاده کردن میتونه مردم. بسیار محکم است. بسیار خوب. و سیستم ایران دارین که بعض هموطنای ما اگه بخواین بیاین طلا رو تبدیل کنن، تبدیل هم میکنین؟ بله تبدیل میکنیم. با نرخ روز حساب میشه 10% کم میشه. 10% کم میشه. بسیار خوب. این قسمت یک سیتک بسیار مقبول گام است. پاوری برش میگفتن سابق دیگه. بله پاوری. بسیار خوب. این طلای 21 است. ساخت قطر. ساخت قطر. معلوم میشه از این دیزاینش معلوم میشه که ساخت قطر است و بعضی چیزا درش نوشتام است. بله. گرامش؟ گرامش تقریبا 35 گرمه. 35 گرمه. این خودترک 35 گرمه. بله. دوستا اگر شما نزدیک باشین یا دستتون بگیرین بسیار سنگین است ولی در تصویر که میبینید مطمئن است براتون سبک معلوم میشه. قیمت از این؟ قیمت از این تا 2 لک میایه. 2 لک افغانی. 2 لک افغانی که $2000. بله. طلای 21 گفتیم گرنگ میایه، چیز شیپ خرد میایه. وزنش زیاد. بسیار خوب. و او قسمت هم است یک دونه زنجیر بسیار مقبول امرای موریش دوستا. اینمی چیزا رو دیگه دختر خانوما زیاد خوش میکنن و باشین که من جایش یک بار جور کنم. چیزای ظریف. فقط یک زنجیرک ساده است امرای اینمی موریش کلانتر است که در بینش باز مورای دگام است. شما میبینین دوستا بسیار مقبول ظریف همونطور. با هر لباس میتونین اینجا بپوشین، چه لباسای رسمی باشه چه لباس محفلی باشه میتونن از این استفاده کنن. و 9 گرم است. بله 9 گرم است. طلای 21 ساخت قطر. ساخت قطر. 50,000 افغانی. 50,000 افغانی. بسیار قیمت خوبه هم داره. اینا دیگه گوشواره ندارن؟ نه گوشواره نداره، انگشتر داره. انگشتر داره. انگشترشون بکشین دوستا ببینید که سیت مکمل براتون دوستا به معرفی بگیریم. این انگشترش است. بسیار خوب. انگشترشون مثل خودشون است. بله. همون دیزاینی که در قسمت موریش است در انگشترش هم همون دیزاین است. امرای انگشترش 50,000 یا بدون انگشتر؟ بدون انگشتر 50,000. کت انگشتر تقریبا 80,000. 80,000. انگشترش چند گرم باشه شاید؟ 4.5 گرم است. 4.5 گرم است. بسیار خوب. امی بعضی که چوری میخرن، چوری ها خود در کل می 12 دانه یا 6 دانه می باشه. باز هستن کسایی که مثلا پولشان کم می باشه یا 4 دانه 3 دانه میخرن، باز اون مشکل نداره؟ نه مشکل نداره. مردم میای زیاد از 6 دانه 4 دانه میگیره، 3 دانه میگیره، پیسه پیدا کردن باز میان 1-2 دانه که باقی بودن میگیرن. چوری ها رو برای ما بکشین که دوستان ببینن، درباره چوری ها صحبت کنیم که از سه چیزا هم کردم باز چوری رو زیاد دوست می داشته باشن بخصوص دختر خانما دیگه. این قسمت دستبندام است. اینی دستبندام بر ما بکشین که دوستا ببینن تا اینکه چوری آماده میشه. این هم طلای 21 است. ساخت قطر. بسیار خوب. بله تقریبا 6 گرمه. 6 گرمه. قیمتش 60,000 افغانی. 60,000 افغانی. بسیار خوب. یا دیزاینه که تو مقبول ظریف است. این باز سایزش خورده کلان میشه؟ بله یا کلان میشه. بسیار خوب. و دوستا چوری ها رو شما میتونین که در پشت ویترین ببینین. چوری های مختلف است، دیزاین های مختلف، هر کدامش درباره‌شون صحبت میکنیم و معلومات میدیم براتون.
قسمی که براتون گفتم نوبت چوریای بسیار زیاد مقبول است و البته یا تمامش دیگه دیزاین‌های جدید هستن. بله دیزاین‌های جدید هستن. طلای 18. بسیار خوب. این کلش 18 است؟ بله 18 است. تمامش ساخت وطن است دیگه. ساخت. بسیار خوب. رنگ‌هاشون فرق میکنه یک کمک. او نظر به دیزاین است دیگه. یگان دیزاین می باشه پر می باشه خالی می باشه از اون خاطر رنگ و نمود دیزاینش فرق میکنه. نظر به دیزاینش است. بله. مثلا این دوستا می‌بینید یکی از رنگش دیگر رقم است، جلایشش دیگر قسم است و اینش که دیگر رقم است. یعنی دیزاین قدر تاثیر داره برای بله. دیزاینش که مو جالی باشه کمی خالی میه، خالی که به باز یک کمی سرخ میزنه، پر که باشه زرد میزنه. کدامش زیاد خوش میکنن؟ میشه که زرد باشه یا یکی سرخ بزنه؟ مردم زیاد زرد خوش میکنن. زرد خوش بله. میکنن. سرخ یک کمک بدل معلوم میشه. یک چیز تفاوت است. خب اینا گرام چقدر است؟ گرامشان، قیمتشان چه رقم است؟ این طلای 18 است، تقریبا 40 گرم میه. امی 8. بله. در حدود 1,80,000 تومان. باز اندازه زیاد استاندارد است دیگه. جور میکنیم ما اگر خورد کالان بود فرمایش میتن مردم برشان فرمایشی جور میکنیم. بسیار خوب. چقدر وقت در بر میگیره تا اون فرمایششون آماده شود؟ 3-4 روز میگیره. 3-4 روز میگیره. بسیار خوب. و ایش یکی از سیام طلای 18 است. تقریبا 45 گرم 50 گرم میایه. در حدود 2,50,000. بسیار خوب. اینا تمامش کار دست است دیگه. بله. کار ماشین است. کار ماشین. بله. و ایام دیگهش که بسیار مقبول است دوستا، هم ظریف هم مقبول هم کمک سنگین تر. بله. این یکمی وزنش زیاد است، تقریبا 70 گرم میایه. طلای 18 است. دمی خانه 3,50,000 می. 3,50,000. و ایام بعدش هم قسمت گفتین جالی بافت. بله جالی بافت است. این تقریبا 75 گرم میایه. 80 گرم میایه که 80 گرم میایه. طلای 18 است. بسیار خوب. ساخت افغانستان. ساخت افغانستان. بسیار مقبول است دوستا. شما میبینید که این چوریایی که بر ما مانده بودن، چوریای دیزاین‌های جدید، تمامش بسیار زیاد مقبول، ظریف و خوبی است که کلش ساخت وطن است. بر علاوه اینایی که در افغانستان ساخته میشه، ساخت قطر و دبی هم هست. بله ساخت قطر و دبی هم داریم. میشه که نشان بدین دوستان ببینن کدام چوریا هست. ساخت افغانستان بسیار مقبول بود دوستا. شما خودتان هم دیدین همین زیبایی، ظرافت و چی میگن مقبولی خود داره. و اینیام طلای 21 است. ساخت قطر. بسیار خوب. اینا دوستان میبینید این طلای 21 است. بله طلای 21. سنگین است. گرنگ میه طلای 21. اینا کلش دیگه می 6 دانه میه؟ 6 دانه میه. باز اگه دوست داشته باشم که مثلا 12 دانه بخوایم چی؟ 12 دانه هم بر فرمایش جور میکنیم. طلایی که از قطر و دبی میان اینا در چقدر وقت در بر میگیره که فرمایش بدین تا اینجا برسن؟ تقریبا 10 روز در بر میگیره. 10 روز در بر. که از دبی برشیده میانیم. قیمت از این گرامشون بگویید؟ گرامش تقریبا 60 گرم میه. قیمتش هم 4 لک. 4 لک. بله. و در دلار؟ در دلار تقریبا 2,500 تومان. 2,500 تومان. دوستان شما ببینید که چوریا رو هم دیدین، میرا هم دیدین. یا مقبولی خود داره ولی وطن از دیگه. بله. طرفداری وطن خدا میکنیم که بگم پیشرفت کنه اقتصاد ما و می صنعت ما پیشرفتش زیادتر شود. خب دوستان چوریای بسیار مقبول هم دیدین. البته از بین قدر چوریای زیاد معمول بهترین ها و زیباتریناش براتون معرفی کردم. و یک دوستی که دیگه هم هست که باز هم آمد این طرف سیشت که کمکی متفاوت‌تر هستن، میشه که درباره اونم بر ما معلومات بدین. کدام اینیسی؟ بله دوستای عزیز و قسمی که اشاره کردم دو تا سیت بسیار زیاد مقبول و زیبا که هر دوش متفاوت است. یکیش گل است و یکیش هم دیزاین حلقه‌ای داره. درباره اینا بر ما معلومات بدین. این حلقه‌ای که از طلای 21 است. ساخت دبی. تقریبا 64 گرم 400 میلی میایه. قیمتش هم 4 لک افغانی. 4 لک افغانی. و در دلار؟ در دلار تقریبا 30,000 دلار میشه. 30,000 دلار میشه. اینا دیگه تنها این نیست که نظر به گرامشون باشه، نظر به دیزاینشون هم دیگه اجوریشون میشه. بله نظر به دیزاین اگه دیزاین متفاوت باشه اجوریش بلند می باشه، باز قیمتشون بلند میره. دیزاینایی که جنجالی باشه خصوصا. بله. و این طلای 18 است. ساخت افغانستان. تقریبا امرای گوشواره لاکت امرای دزبند میایه.
100 گرم میه 100 مجموع. گرم بله. بسیار خوب. این دیگه قیمتش زیاد است. قیمتش تقریبا تا 5 لک است. 5 لک افغانی. بسیار خوب. دوستان اینو میبینین، یکیش دیزاین قطر گفتین نه؟ قطر است. قطر و یام دیزاین افغانستان است. دوستان عزیز طلای 18 طلای 21 که هر کدامش قیمتاشون بر ما گفتن، مقبولی خاص خود را داره. مهربانم قسمی که بیننده برنامه ما بودین، امروز در طلا فروشی عثمان دو داخل آمدم تا براتون دیزاین‌های جدید و صحبتایی که در مورد طلا و نرخ طلا بوده داشته باشم. همچنان عزیزان خدا کنه که برنامه خوشتان آمده باشه. دیزاین‌های ظریفی که گفته بودین و نرخ طلا را به دلار و افغانی براتون گفتیم. تشکر میکنم از شما همچنان که ما را همراهی کردید. تشکر، زنده باشید. سلامت باشین. تشکر. سپاسگزار شما عزیزان همچنان هستم که ما را همیشه همراهی میکنین، بیننده هستین و منتظر کامنت های زیبایتان درباره برنامه همچنان هستم. دوستای عزیز با دوستایتان شیر کنین، لایک و سابسکرایب فراموش نکنین. این بود برنامه امروز ما، تا برنامه بعد خداوند نگهدار.